رشد فردی یعنی حرکت از نقطه A به نقطه B که شرایط من در نقطه B به مراتب بهتر از نقطه A هست. حالا با توجه به این که هر کدوم از ماها یه سری دغدغه ها و شرایط خاصی توی زندگی خودمون داریم، رشد فردی برای هر کس معنا و مفهوم متفاوتی داره. لذا من با یه سری از آموزش های رشد فردی که یه سری از مدرسا میان مطرح میکنن کلا اصلا زاویه دارم. مثلا یه مدرسی میاد میگه 5 تا عادتی که زندگیت رو تغییر میده، بعد مثلا یکی از این عادات کتابخوانیه. بعد به عنوان مثال برای یک فرد ورزشکار که هدفش رسیدن به قهرمانی المپیکه، کتاب خوندن توی حوزه کسب و کار چه لطفی میتونه داشته باشه؟ هیچی. لذا یه سری از آموزش های جامعه اصلا همه شمول نیستن و کلن از بیخوبون غلطه و اشتباهه و من با اینا مخالفم. حالا شما اگه میخوای رشد فردی رو به معنای واقعی در زندگی خودت تجربه بکنی، باید با توجه به شرایط و وضعیت خودت در زندگی یه سری از کارها رو انجام بدی، یه سری از عادتها رو در زندگیت به وجود بیاری. من تو سلسله جلسات نقشه راه رشد فردی که به صورت پادکست داره منتشر میشه بهتون کامل آموزش دادم که واسه این که بخواین رشد فردی رو توی زندگیتون تجربه بکنین چه گام‌هایی رو بردارین، با توجه به شرایط خودتون چه کارهایی انجام بدین تا بتونین رشد فردی رو به معنای واقعی تجربهش بکنین. این آموزش‌ها به صورت پادکست داره توی کانال تلگرام منتشر میشه. برای دریافت لینک کانال تلگرام عدد 1 رو این زیر کامنت کنین. مخلصم.